وقت بخیر. جامعه جهانی از طرفهای درگیر خواسته که به زودی جنگ خونین در افغانستان را خاتمه دهند. حکومت افغانستان گفته که از خواست جامعه جهانی حمایت و برای صلح تلاش می‌کند. یونما میگوید خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش یافته است. این اداره تاکید کرده است که باید مبارزه با این پدیده سرعت یابد و حقوق دختران و زنان داده شود. امارات متحده عربی صدور ویزا برای افغانستان و 13 کشور دیگر را ممنوع کرد. بر اساس گزارشات این اقدامات برای تدابیر امنیتی گرفته شده است. 6 پلیس از اثر انفجار بمب در کندهار مجروح شدند. وزارت امور داخله میگوید این واقعه قبل از چاشت امروز در عینو مینه این ولایت رخ داده است. و وزارت صحت عامه میگوید که در 24 ساعت گذشته 212 واقعه جدید ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است. بر بنیاد معلومات این وزارت در این مدت 16 تن جان دادند و 23 تن دیگر شفایاب شدند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 45490 تن افزایش یافته است.